معلومات کامل درباره مریضی اسهال. اسهال چی هست؟ حالتی است که در آن پر چندین بار در روز مدفوع شل یا مایع دارد. این حالت ممکن است کوتاه مدت یا طولانی مدت باشد. علل رایج اسهال: عفونت‌های ویروسی مانند روتاویروس، عفونت‌های باکتریایی مانند ایکولا یا سالمونلا، انگل‌ها، غذا یا آب آلوده، حساسیت غذایی، استفاده از برخی دواها مانند آنتیبیوتیک، بیماری‌های گوارشی مانند سندروم روده، تحریک‌پذیر یا کلیت. علائم اسهال: مدفوع آبکی یا شل، درد و گرفتگی شکم، نفخ هوا و استفراغ، تب، ضعف و بیحالی، کم آب بودن در صورت ادامه دار بودن. راه‌های پیشگیری: شستن درست دستها با آب و صابون، نوشیدن آب پاک و تصفیه شده، پختن کامل غذا، نگهداری درست مواد غذایی، واکسیناسیون برای برخی ویروس‌ها مانند روتاویروس برای اطفال. درمان خانگی: نوشیدن زیاد مایعات، آب صوف یا ORS، رژیم غذایی سبک، برنج، موز، نان تست، سیب، استراحت کافی. در صورت وخامت مراجعه به دکتر. برای معلومات بیشتر لایک و سابسکرایب از یادتان نرود. با ما باشید.